بله تو قمری بنت یوسف تراکتوریست راضی هستی که جمال ابن حسنی را به شوهری قبول کنی؟ 100% راضیم. بله. بله تو جوانی زیبا پسری حسنی جمالی لعنتی قمری بنت تراکتوریست را به زنی قبول میکنی یا نه؟ میکروفونته؟ بته. گردن ای جمال قبولش میکنی یا نمیکنی؟ نه هفت بچه تا هفت چی؟ چی کار بکنی؟ جمال جانی ما بیا یک مچکت کنم. ای دختر چه مچکش داری؟ قبولت نکرد؟ نکرد؟ مرا قبول نکرد؟ قبولت نکرد. ات خودت کی با قیسنگلی مرا قبول نمیکنی؟ یا بیا اون نها کی تو مرا گوده کی نگی؟ یا بیا کنی؟ چیکار داری؟ حضرت ما قولی به بدبختی مصرف خبر باید زدگی بگی دستای گردانی ما اکنون بس است همه به خانه هایشان رود. زود باشید روید زود زود زود. ای خدا جون این چی روزی سیاه بود که به سری ما آمده؟ زود روید میگویم زودتر دف شوید. خاله سلطان تپاچه تپارتو با یگان بالا صادر نکنی. بسیار گپ نزن حسنی تو در اینجا میمونی. اول یوسف با آیلش میرود. زود روید میگویم. ای برادر بس است شرامه رو کشیده شده یا؟ رفتم؟ نیازه من اون دختر شهری رو دیدم میبیم. او در اون جست برمیگردم. ای کمپیر تو رو میپراند نمیفهمی آخر تو رو میکشن بعد دیگر آن دختری شهری رو دیدن نمیتوانی. رفتیم جمال دم نگی نکن. رفتیم نه ما با یگانجا نمیرم. این توی ما است. داماد از اینجا رفت. او راست میگوید. حالا که شرمنده نشده ایم بیاید به خونه میرویم. رفتیم یگان جا نمیریم. جمال میآید جوابی کارای کردگیش میته. پروانه که یوسف حالی به اسم خودم قبری و حیوانه میکنم. خیر میلشی خیر که باشه ما میریم. نیکی بچه ده بگو کارای کردگی بچه تای پتی که بینیش میبرونم. ما حاضر گفتم که ما خودم حسابشا میروم. تمام گپ کشال نتین. شما توی مرا ویران کرده. خاله سلطان ما هم رفتیم. با تو گفتم نرو. در اینجا انتظار شو. من اول اونها روند وگرنه در رو باز جنگ می شود. چی نگاه داری؟ چی؟ هیچی نگاه ندارم. پدر آروم شوید. من شوهر دارم. در خانه مرا انتظار است. روید از اینجا. روید. خاله سلطان یگو کسا نپرید بالا. سلام علیکم دختری خولا. با فکرم تو از این جایها نیستی. چی کار میکنی؟ کی رو میکوبی؟ جنابی نیازی رو میکوبم. کدام نیازی رو؟ او در اینجا رئیس بود است. جنابی مختار نیازی. رئیس رو میگویی؟ در محله ما چند تا نیازی هست. او رو چی کار میکنی؟ من از شهر آمدم. نامم فاطمه گل.
او با من در مکتوب نوشته شده است که باید به اینجا آیم. برای این اومدم. آنا همون تو هستی؟ بیو این چی هست؟ تورتانه کس اهمیت ندی. بیو روگا اکنون در اینجا بینشین. بیو مرحمت چینید. از افتش ترسیده اید برایتان آب میارم. بده کمتر. از تورتانک میترسید؟ حاضر نیازی رو گرفته با اینجا میارم. حاضر؟ حاضر میایم. آن شما بسید حالمو با شما نشان میدیم. گوش کنید مرا. یگان تاتونه نمیبخشم. روسیای از نی بینیامین توی مرا تو ویران کردی. من چیکار کردم؟ برای چی جمال زدی؟ دختر تو ندیدی اون مرا چیکار زد؟ میرم از جمال حقارت نکن. افتخ تبین. ای دختر تو چی گفتی استایون؟ داماد قبولت نکرد کور بدی یا کرد؟ یک بار او را نپسیدید که چه با قبولم نکرد. ممکن سراسیمه شد. بینیامین در او را زد. قمری تو دیوانه ای؟ جمال تو رو شرمنده کرد باز هم پشتی او رو میگیری. در خانه فتات را برات بیزار کردی. حال شما بستید. شما دیگه خیلی گپ میزنم. از حرفای من نیایید. گم شوید. کمک میکنم. ای نیازی باور میکنی وای دختر آمده است. هم در عرفه توی این اشاره است. آین را بین بازم اشاره میگوید. چه خیلی اشاره. آن دختر به سر تو بلا آورد. این خیلی گپ نزن. آی شما در اینجا نبیره خالای سلطان آمده است. نبیرش؟ او کی است؟ همان دختری که جمال در تویش او رو دیده از گپ زدن. خیر تو برای او مکتوب نوشته بودی که جمال برد. بعد نبیره خالای سلطان است. از شهر به اینجا آمده است. آی خدا جانت را نگیرد. این همان بوده است. با تو گفته بودم که این اشاره است. ای جمال تو با کجا میروی؟ چه خیلی با کجا نزدی دختر؟ این ناممکن است. ممکن است من میروم. به این همان دختر ترسیده است. ایستا من باید میگم نرم. جمال چی کار کردی؟ رزیل چی کار کردی؟ چی کار کردم پدر؟ با قمری خاندار شدن نمیخواهم گفته بودم. همچون یک انسان آزاد نگفتم. انسانی آزاد؟ همین خیلی میکنم که شمی آزادی میشوی. تو در ده جنگ جنجال برپا کردنی. ای پدر شما برای 50 گاو فرما شده همین کار رو کردید. بدبخت این سرما بیرونکه که حوض دمجه کلتا میکنم. حسنی من خودم با او گپ میزنم. جمال زود تو به خانه در را. هلال تو برای پدرت آب بیار به خود باید. من با جمال خودم گپ میزنم. گم شو. اگه دستت هم گم شو. آنها که سری من بیرون شد. بس است دیگر تلان نکنید. پسرم چیکار کرده ایستاده ای؟ هم گناهگاری هم با پدرت گپ میگردونی؟ اوچا باز کنید این گپ رو. به این هم پدرم همه گپ رو گفتند. میگوید البته. بعد اینقدر کارت کم گفته است. اوف اوچا باز شما سر خاموش شو. به درون درو. باز با بیرون نبرایی. پدرت تو رو نبیند. مرا دیوانه نکنید. خالای سلطان کجا شد؟ سلاحش در دستش مایده به سوی خانه اش رفت. به فکرم خالای سلطان را با نبیره شناس کردی؟ نه او رو اینجا آوردم. از چشمانش معلوم است که دختر ترسیده است. آفرین صدیق آفرین. سلام علیکم. رئیس محله‌مان جناب نیازی. خوش آمدید. انا این کس دخترک شهری. خوش باشید میگفتم اما خوش ناآمدم. در ما این خیل کارها اصلا نمیشود. عادی کرده گویم شما ناوقت آمدید. امیدوارم. ناامید نشوید. مایلش شاید خسته شدید. راهی دراز را طی کردید. بیاید شما را نزد بیبیتان برم. گوش کنید. شما بیبی میگویید اما من تا حال باوری ندارم. یعنی همه‌اش رو فهمیدن میخواهم. خوب میکنید. اگر مرا پرسید انیقش میگویم. چون که شکلتان یک خیل است. بسیار مانندید. همین خیل نصدیق؟ گنده مانندان.
марҳамат гузаред, ман инҳоро инҷо мегузорам. ин қадар либоси бисёр доштед. марҳамат, гузаред. холаи султон, инҷо биёед. چی شد؟ همین بیبی؟ ها بیبی شما خاله سلطان. توف بر تو مردک جان، باز دوست داشتت را آوردی. آخر چه خیلی دوست داشته خاله سلطان؟ این نبیرتان است. نبیرم؟ هوا دخترم زیبای من، اینجا بیا اینجا دخترم، بیا خوشم. راو شرم نکن. بیا دخترم، بیا نترس. عزیزم زیبایکی بیبی، اینقدر خراب بوده ای؟ بشین دخترم، در این کرسی شین. مرحمت. تو مگر یگان چیز نمیخوری جانی بیبی؟ من با تو یگان چیز میارم بخور. اینقدر تو خراب بوده ای، حاضر برای تو یگان چیز میارم بخور. او به سوی آدمان آتش کشید. در میدان چی کارهایی که نکرد؟ این زن بیمار است. نه جانم، بیبیت بیمار نیست. بس خاطرش گم شده باز پیدا می شود. اما در میدان کاری خوب کرد. اگر در دهات رو رد کنن این یگان جایی وایمش نیست، نرمال است. یعنی اگر بینیم خالای سلطان بسیار کاری خوب کردن. خدا نگاه دارد اگر اون نمی در آنجا کشتار سر زدنش ممکن بود. کشتار؟ ای خدایا، من کشتار گفتم؟ یعنی جانم در آمدی گپ گفتم. در جای ما تنها به یکدیگر داد میزنند، عصبی یکدیگر رو خراب میکنند و خلاص. مردک جان، به من یاردم نمیکنی مگر؟ من میگیرم. شما گذشته چینید. در اینجا گذار. به خدا که گرسنه نیستم. رحم میگیر زیبا یکم، دهانت رو کشا. تو بسیار خراب بوده ای. به خدا که گرسنه نیستم. لطفا نمیخورم. لطفا کشا بگز بسیارتر بگز دخترم، دهانت رو کشا گفتم. کشا خب انا میتا تمام باشه. اشتهای تامیجه تو هم بخور مردک جان. علف قطیه با کبودی خیلی که دوست میداری. خیلی بالازد بوده است. ای صدیق، چیکار کردی جمال؟ نیازی کجا گم شد؟ آن دختر رو با خانه خالای سلطان برد. فهمم. ای جمال، نرو اون طرف که تو رو میکشند. بگذار کشند، اگر نکشند آدم نیستند. اگر یگان خواهش، آرزو یا اینکه یگان چیز خواستید بمالال مرا پرسیدن میتوانید. تشکر، همینش بس است. خوش آمدید. جمال این چی کاری بود که کردی؟ نیه گفته دختر رو شرمنده کردی؟ چی کار کنم خاله سلطان؟ مجبورا زندگی کردن نمی شود. مجبورا نمی شود؟ نه به خدا نمی شود. پیش از تو یاد فکر می کردی نمی شد؟ خاله سلطان، بعضا این خیلی حادثه ها می شوند. در تمام حیاتم این باری اول است که من به خواست دلم کار کردم. باور کنید. دلت با تو چیزی گفت؟ به خدا که گفته. دلت چی گفت؟ گفت که صاحبم تو قمری رو نه بلکه دیگری رو دوست می‌داری. گویا که او به تو همین خیل گفت. به خدا که چونین گفته. قمری رو دوست نمی‌داری؟ نه نمی‌دارم. پس کی رو دوست می‌داری؟ خاله سلطان. آخر در پیش مهمان این رو گفته می‌شود. تو چرا میخندی؟ هیچ، میخندم. باز خندیدن میخواهم میگویدی. حیات دختر رو سوزاندی میدانی؟ دختری را که با تو خانه دار میشد همین خیل گرفتی و پرتفتی. من اینجا دیگر ایستادن نمیخواهم. همه جا خیانت است. با تو چی شده؟ چرا میخندی تو؟ میخندم. با خدا آدمگریت کم است نیازی. تنی بگو جمال، تو کی رو دوست میداری؟ ای خاله سلطان، نپرسید، یگان کس رو دوست نمیدارم. از دهه خودمان است. نه نیست، اما خدا نشود. میشود. خیر، شما وقتی مرا نگیرید. جمال، مادام که به تو دیگر کس پسند است، این رو من حل میکنم. این رو به من گذار. ویلش
نیازی یوسف رو پگاه با اینجا بیار. تو هم با پدرت گوی که با اینجا آید. مالش اول اونها را آشتی میکنیم. مهم این است. اکنون روید. خاله سلطان شبای خوش. ای برادر، ای دختر چی گفت؟ ای دیوانم، اگر نفهمیدی در چشمان او تو حیوانی هستی که در وقت توی عروست رو پرتافتی. ای کاش که او میدونست که من این کار رو برای او کردم، اون زمان فکرش دیگر میشد. باید این رو میگفتی. با جای دیگر که از گفتنت تو رو دوست میدارم میگفتی. من گفتن نتوانستم، مگر اظهار محبت کردن آسان است نیازی. ای جمال، با تو چیزی شده است. تو تماما دیگر شده ای. شده است، با من چیزی شده است. این کار نمیکنم. چند بار شد عاشق شدم میگویم. تو فکر کن، با شهر کلان رفته عاشق میشوی، بعد میفهمی که دوست داشتن نبره خاله سلطان بوده است. آنا با تو اشاره. با خدا راست گفتی جمال. ماشاءالله، حکمت خدا رو ببین. جمال، رفتیم آن حکمت رو یافتم میپرسیم میبینیم که چی میگه. مرا با این همراه نکن، من با این خیلی چیزها باور ندارم. چرا؟ وای آدم کمی عجیب است. چی میگوید من نمیفهمم. مرا با او آمیخته نکن نیازی. رفتیم با تو تنها او کمک میکند. تو باور نداری، لیکن همه گفتهای او راست میبرد. رفتیم راهگر بیا، ای قدر ناز نکن. رفتیم. ما یک کلپه دیگر میگذارم تا که شب خنک نخورید دخترم. شب اینجا خنک است. سلامت باشید. کمتر بشین. فاطمه گل، حیران شدی ها؟ راستی کمی. وقتی اینجا آمدی ترسیدی؟ وای، نام حجتی من گل است. فاطمه گل نیست. نه، فاطمه گل است. در گل چی دیدی؟ گوش کن، عائله دختر با عائله پسر بسیار نزدیک هستند. عائله دختر زمین های مرا طلب داشتند. طرف پسر باشد از من، چارواها را صاحب می شوند. داماد بود که داماد او را جمال حیوان می نامند. لقبش به او زیبند است. نه دخترم، نه جمال بسیار پسر خوب است، بسیار خوب است. او در ده همان از همه جوان خوب و زیبا است. به انسانی خوب بودنش باورم نمی آید. با من باور کن، این راست است. خیر، تو یگان تا داری؟ یگان دوست داشته ها؟ داری؟ با یگان کس نمیگویم. داری؟ یعنی با من گوی داری ها؟ داشتم. داشتی؟ اما حالا تمام دیگر نیست. تو رو رنجوند؟ دخترم، نبیره ها کشیری جانم. من هم پیش از تویم این حالت را سر گذرانیدم. چرا ما رو در اینجا شینوندید؟ او چی کار میکند؟ فکر دارد. چی رو فکر میکند؟ ما با او تنها سوال دادیم. جمال، اجیناوش فریاد کردیست، کمتر صبر کن و خیر. این مردها همه‌شون یک خیلند. رحمتی بابایت هم با من چنین رفتار کرد. من چه خیل غم میخوردم. حالا من با مختارم. من و نیازی جفتی مناسبیم. بسیار خوشبختیم. او به من وفادار است. اگر او ناگهان یگان کاری خطا کند، من او را میکشم. آی لطفاً این رو بگیرید. به خدا که من بسیار میترسم. نه دخترم نترس. تو از این نباید که بترسی. جانم نترس. خیر میلش، خواب خوش. تا پگاه نز خواب رو.
چه دهانی بوگی بوی نوس است اهمیت نده. بوی نوس نه چیسناک. با فکر من تقاطع دختر یک جا نه میشوی جورا نمیشوید. هیچ نمیشود. یگو مایده کمی هم نمیشود. در اصل کم ترک میشود و اما کم ترک چی؟ جورا جونی ما که باشی همون دختر در نصیبت باشه از آن خودت میشه. چی گفتی؟ بله. اگر در نصیبت نباشه و با درونی از آن تو نمیشه. نه خدا. خطا بلرزان. چی؟ بیدی آخر چی دیدم؟ پول بازر. او خوشبو چی گفت؟ گفت که همان دختر اگر در نصیبی تو باشد حتما از تو می شود. چی؟ اگر در نصیبت نباشد نمی شود. ای روید شمایی مجبور کردید که پولهایم را دیم. برای 400 مردی جمال. شبی خوش جمال. لیکن به بیبیم هیچ مانندی ندارد. تو نمیرسیدی. چی میخواهی؟ به تو چی لازم است؟ گل از صبح به تو زنگ میزنم جواب نمیدی. خواتیر شدم. جواب نمیدیم برایم خواتیر نشه. درمون خوی تو که تا خطاگی کنه گل. با پامیری گفتم که من خیانت نکردم. اگر توجیکی رو نفهمی. سفر من همش رو با چشم خودم دیدم. چرا دیدی؟ ها؟ چرا دیدی فاطمه گل؟ مثل کودک و گپ نزن فاطمه گل. در مچست من پگاه به افریقا میروم. بدون تو را از دست دادن نمیخواهم. تو بفهم فاطمه گل. در اصل تو به من ارزنده نیستی. برای همین به افریقا رفته ایستاده. به کجا میروی رفتن گیر. از اون هم دور طرف نبودن. تو در کجا هستی؟ ها؟ با اپات هستی؟ من میآیم با اپات هستی؟ نه. پس تو کنده. به تو چی؟ بسیار راهی دور رفتم فهمیدی؟ هم از تو هم از استانبول خیلی دور رفتم میفهمی؟ برای همین کجای میخواهی بیرم مرا فراموش کن. گل بسیار خوب رفتم. چخیله؟ 9:30 است؟ لعنتی کجا میروی؟ با آقیل. کجا؟ با آقیل. تا قطعی خلای سلطان گم نزنم در چشمم ننما. ای آقیل بیرون نمیبروی. مالش یگون چیز نمیخوری؟ نه و چه نمیخوام. زهر خوره. صبح بخیر. قیسی دخترم صبح بخیر. خالای سلطان به شما چی شده است؟ شکری خدا که تو هم خنده میکرده ای. خودم را برای تو زیبا کردم. آخر کسمتیک را تو برایم فرستادی. بله درست. بیا بشین. برایت خوراک آماده کردم. خنک نشده بخور. خالای سلطان از شما یک چیز را پرسیدن میخوام. پرس کنی. نامی بابایم چی بود؟
تو نام بابایت را نمیدونی؟ نه نمیدونم. یعنی با ما باید همیشه میگفتند. اگر تو بگویی؟ نه نمیگویم. چرا؟ من نام آن حیوان را کی شد که فراموش کردم و به یاد آوردن هم نمیخواهم. این را بیمار. من رفته برای تو چای میارم، تو خوردم بگیر. حاضر. این طور باشن من پیامک می نویسم. نترس دخترم، او با تو چیزی نمیکند. نمیگذد. خباتر نشو دختر زیبایم، هیچ چیز نمیکند. او سگ خوب است، سگ خوب. ایستید. چی کار کرده شما؟ پلاشیتم رو شکستید. ابو این رو بینید چی کار کردید؟ ها صبح خیر پدر. صبح خیر دخترم. نوری؟ ها قمری در کجای؟ او حالا هم خوب است. برای بخیزانش گپش دارم. مایلش پدر. تیز که حاضر میخیزونم. قمری. این دختر کجا شد؟ تلفنش هم در همین جاست. قمری او در اینجا هم نیست. اوچه پدر چه گرفتی؟ قمری نیست. چه نیست؟ نیست. تمام خانه رو دیدم، در یگان جا نیست. او کجا گم شده است؟ یک بار زنگش بزن. پدر او تلفنش رو نگرفته است. تلفنش در حجره‌اش است. نه با فکرم او خودش رو دور کشیده است. دم تبگی ای بو چخلی گپای. خاموش، هیچ خیلی گپ است. پس او در کجا است؟ وای خودش رو یگان کار نکرده باشد. یکی خودش رو کشته باشد. باید کنین با ایمان نکنین. خیزین بریم کویمش. بریم بکویمش. کجا شده؟ ای حیوان سخت نشک رسکش میخزازی. دیگه چی خیلی شما خیلی میشن ماشینا. یه برگمش اول سریخته بشو بوکدسته. یزنه. بنیامین. لبای. قمری را ندیدی؟ وقتی ندیدم چی گپ شد تینجیه؟ قمری به همین طرف نگذشت. چند قشی دمیجه ای؟ 1 ساعت و 10 مینوت شده نکی او را ندیدم. او بر وقت در گریخته است. او دینش ها توی دوشو سر پیش کی میگریزه میروه؟ او از خونه گریخته است، از خونه. تمام بس ایه ایستادن بیفایده. همه تو تیچین. این بدبخت باید پیدا کنیم. تیز کنیم. زود باشه. رفتیم بنیامین کوبیم. حالی ماشینا بوشم داغ میزنم برای تو میام. من خواهرم گم شده است میگویم و ماشین میگوید. رفتیم. بس قرار بس میرم. رفتیم. بدبخت شروع بشو با نخراشی. مایلی از نه. جمال ها قمری تو در اینجا چیکار میکنی؟ تو را انتظار بودم. مرا انتظاری؟ ها جمال سر شد. بس کنه دختر. چی شد چرا میگیری؟ تمام رو در اونجا شین. آرام شو. شین و من گوی کنی چی شد؟ انیسا تو با کجا رفتی ایستاده ای؟ با تو چی؟ باز چی شد؟ چی میشود جلو؟ چی؟ اکا دپم رو دیدی چی کار کرد؟ اپای تو رو من قبول نکردم مگر تو چرا از من رنجیده ایستاده ای؟ برای چی اکاد نگفت؟ نمیدونم. دینه برای این کارش در خونه جنگ و جنجال بود. ابو ها اگر پدرم رو نمیقبیدم اکم میکشید. پدرت رو نمیقبیدی میموندی میزد. تو کجا رفتی ایستاده ای؟ اپای قمری از خونه گریخته است. راست میگویی؟ ما او رو میکوبیم. پس من به تو یاری میدهم انیسا. باغی زردالو رو دیدی؟ نه این خیلی باشد اول آنجا رو میبینیم. انیسا انیق در باغی زردالو رفتیم او رو میکوبیم. درست میگویی رفتیم. این رو بگیر. اکنون بینوش. با خود اومدی؟ اینش رو هم بینوش. آب هم تمام شد. اکنون خوب شدی؟ این رو با من ده. خب
جمال جان برای چی تو قبول نکردی مرا؟ قمری همین خیل در نصیبمون بوده است میفهمی؟ چی بنی گفتی؟ اگر من به تو بله میگفتم گویا تو رو فریب میکردم. جمال کجای ما تو در معقول نیست که نگفتی؟ نه در اصل اگر بله میگفتم فریب میبود. فکر کن چرا این طور گفتم؟ با خدا خفم کردی جمال. دل مگنده شکستی. قمری گوش کن، ما دیر باز یک دیگر رو میشناسیم، دوستی دیری هستیم. تو برایم ارزش داری، اما اویله هایمون ما رو برای مبلغ اندکی خانه‌دار کردنی بودند و اگر تو رو برای پول بزنی گیرم این خوب میشد. چبا؟ خدایم کمکم کنه. قمری بله بین ما مناسبتی هست اما عشق محبت نیست. تماما نیست. تماما در من نیست. جمال یا لوبیوتی بیا. قمری تمام کمتر داری، لیکن این خیلی نمیشود خیر. من به توی با محبت باوری دارم، به توی مجبوری نه. این کار تماما خطا است. ما آخر جوره های دیرینه ایم. جوره رو میگیرد مگر؟ در امریکا بچه قطعی بچه نکاح کرده ایستاده است. چه به نکاح ما تو نمیشده است؟ قمری در حیات میشود که دختر پسر رو دوست میدارد، پسر دختر رو، اما به یکدیگر نمیرسند. خیر نکاح کردیم بچه، عشق نباشد زندگی هم شیرین نمیگذرد. ها راست گفتی به خدا. فهمیدی؟ کم ترک فهمیدم جمال. راست گفتی جمال. با تو چی شد قمری؟ چی قدر میجنبی؟ این چی حال است؟ ای جمال جان اجازت میتی که توالت برم؟ نه با تو چی بیم؟ رو به حاجت خونه که نبینم تو رو. زود باش. بی عقل است به خدا. ایستا بیا کمی دم گیریم. ای به خدا مردم یه هیدوی دارم. چیکار کنیم جلال؟ باید او رو کابیم. انیسا از اونه که فکری اپتا میکنی یک بار فکری خمول کنی نمیشوه. اکنون چی کار میکنیم انیسا؟ پدرامون دشمن شیده نکن. درست میگویی. چیکار میکنیم جلال؟ اگر این دشمنی دوام یابد ما اصلا با هم دیگر نمیرسیم. مگر این خیلی میشود؟ انیسا آخر بین من و تو عشق بزرگ است کو. من بحری کبود هستم و تو آسمان. در عشق ما مردم شدند حیران. اگر من و تو به هم نرسیم انیسا جان، در عالم عشق عاشقی شود ویران. زور گفتم ها؟ گفتنی هستی که من آسمان هستم و تو بحری کبود؟ تو بحری کبود منم آسمان و مثل باران بالای تو قطره قطره چکیدن میگیرم. شما چیکار کردید اینجا؟ ما اپا میکوبیم. اپا در دهن جلال آقی پدر میکوبیم. مایدین با سری تو قرار دارم. وقتی مجھے یک به یک گپ بزنی بیا. دستک نزن. گرینی ها؟ گرینی گپ داری؟ دور شوید. بس. طرفی من باید من نکن. جلال تو به خونه رو، من با کم گپ میزنم. مالی جانم میکشمت. رو. تو چی ها میگویی؟ من یگان کار نکردم. اگر این کارو کدگی در پدر مرگم عقد میکنه عقد پدر میشه. مرا گوش کن. اگر تو با پدرم بگویی وعده میدیم که من با پدر اکای جمال اکای حسنی در باره وخوریت با هلال میگویم، بعد میبینی. دی بس که نوشه تا چه خیلی آدمی بزی چیت رفتیم پیش بدرم. چیکار کردی؟ سبک شدی؟ جمال اوی بسیارم داده، برای همین خدمت قپیدن نتونستم. این چی حال و احوال است؟ بند ازار من نمیبندی؟ قمریه بندی ازارت رو بسته نمیتوانی، با شوهر کردن میخواهی تو. اگر یکون کس بیند عرض میشود. ای پدرم اومد جمال بگی بسته؟ سیده ایجا چیکار کردی یا؟ پدر زبطت میزنم میمری. اما که یوسف چرا ما رو کشتن میخواهید؟ من چیکار کردم؟ ما رو خطا نفهمید. ایزاری دختر ما چی بکشیدی؟ چیکار شدی؟ من با دخترتون چیکار میکردم باید؟ اگر یکون کار کردن میخواستم دیروز در نکاح بله گفته و با دل پر التماس اما که یوسف ما رو خطا نفهمید. بند ایزارش کنده بود. قمری ما همه تو را گفتیم تو در اینجا قبری پدرت میکنی. پدر گفتم بیام جمال پرسم انیق راضی نیست. اما که یوسف از من پرسیدم و من باری هم با کسی دروغ نگفتم. جمال راست میگه قمری؟ ها پدر
من خودم اینجا اومدم گفتم جمال راضی کنم. راضی کردن دست سرت میزنم. اینجا بیایم کجا بگریزی اینجا. پدر دلک نه گریزی اینجا بیا گم. سودا زود تیار شو و نزد ساحل میرویم. ای اپا جان خودتون روید؟ نه خانم یک جایی میرویم. خیز از جایت چند ساعت در نزد نوتبوک هستی میدونی؟ زود کنی خیز. ای اپا تو بیرو من اینجا صورت بحر رو یافته تماشا میکنم. بسیار خنده آور سودا. حیات تنها در نوتبوک نیست جانم. به این دنیا برگرد. چرا آمدی سفر؟ من میدونم شما مرا گناهکار میحسابید اما خطای کلان میکنید. گل در اینجاست باید با او گپ زنم. نه در اینجا نیست. نیحال گل مرا خیانتکار میحسابد اما من خیانت نکردم. این رو با او گفتنم لازم. گل در اینجا نیست. از برای تو شده اینجا رو ترک کرد. با کجا رفت؟ چارچمن رفت. با دهه گلدره رفت؟ برای چی؟ چی خیلی برای چی؟ و از دستی تو گریخت. اکنون فهم که چقدر او رو رنجاندی. خیانت رو بخشیدن کار آسان نیست عزیزم. من به او خیانت نکردم. اگر من خیانت میکردم به اینجا می آمدم. مرا نمیدانی مگر؟ مایلش شین شیشته همش رو به من نقل کن. اکنون من باید که روم. لباسهایم رو باید جمع کنم. نیحال لطفاً گفته هایم را به گل رسان. مایلش من با او میگویم اما او رو راضی کردن میتوانم نمیدونم. او با تو چنان قهر دارد که حتی اینجا رو ترک کرد. یگانه خواهشم این است که او مرا چنین آدم نحسابد. خیر بله تو بزدید. در افریقا امکانیت میابم نمیدانم اما امکانیت شد به شما زنگ میزنم. در افریقا اینترنت اونقدر فراوان نیست. از اینترنت موبیل استفاده میبردن چون که وای فای در اونجا نبوده است. در اینجا نوشتند. رحمت تو بزدید. با تو برای کار سفر. خودت رو احتیاط کن. در آغاز زندگی نباید بردباری تمنا دارم. تشکر زیاد. کار رو بین. با پام زنگ نمیزنی شاید برگردد. درست گفتی. الو اپا جان. چه خیلی جانم؟ اونقدر خوب نیستم. چی شد؟ یگان چیز فهمیدن توانستی؟ نه این زن تو بس گفتن دیوانه بوده سپا. با اون زنی در صورت بوده تماما مونن نیست. نام بابایم اون رو از اون نپرسیدی؟ از اون میپرسیدی یگان چیز رو نقل میکرد شاید. فکر میکنی من نپرسیدم؟ اما بابایم رو حیوان گفت و دیگر چیزی نگفت. یا خدای توبه تو باوری کامل داری؟ بله باوری دارم اپا. در اصل عقل آن کمپر در جایش نیست. او در دنیای خودش تنها با خودش زندگی میکند. این طور باشد در ماشینت سوار شده به اینجا برگرد. بله همین طور میکنه. بله خوبترش خودی حاضر به سفر برو. ها وای سفر اومده بود. او به من گفت که چی شده است. با تو خیانت نکرده است. فاطمه گوره به فکرم اون راست میگوید. اپا از برای خدا با او باور نکن. من با چشمانی خودم دیدم این رو. یا خدای توبه مگر من سفر رو نمیشناسم؟ او به من تا حال دروغ نگفته است. من اپا با او باور نکن. تو با او چیزی نگوی. من حاضر براه میبرایم. بگذار هیچ چیز را نداند. نه نمیگویم. به این هم او برای رفتن به افریقا تیاری دیده ایستاده است. بگذار بجای میخواسته شود. مایلش گفتم به او چیزی نگوی. وقتی برایم زنگ میزنم. خوب تمام جانم تو بزدید. خودت رو احتیاط کن. خیر. سلام. اوه مرحمت خوش آمدید. در اینجا کامپیوتر هست من استفاده کنم؟ بله البته میتوانید استفاده کنید. رحمت از من کمی پیشیک است. شینید.
خیر یکم شباتون چه خیل گذشت؟ شب یکم؟ ها همراه بیبیتون. این رو گپ نزنیم میلش. برای چی؟ من باید کارم رو زودتر کنم. در اصل من باید هر چی زودتر از اینجا روم. خواهش میکنم نروید. تقدیر من در دست شماست خانم گل. گوش کنید. اون مکتوبی که با من فرستادید به این حالتی که در اینجاست یگان موافقت نمیکنه. یعنی بیبی من بودنی اون زن تماما احتمال ندارد. اما شما با یک دیگر مانندید. لطفا دراز نکشیم میلش. باید پیامک روان کنم. بار دیگر تشکر. نمی ارزد و شما در حقیقت از اینجا می روید؟ بله من رفته لباسهایم را جمع میکنم و هر چه زودتر میروم. شاید یک بار دیگر فکر بکنید. نه به خدا جای فکرش نیست. من اینجا 5 دقیقه دیگر ایستاده نمیتوانم. خیر روز بخیر. اور رفتنی که بودی کجا آمدی؟ ای بلا زند. حدن اولاد اینجا بیا نبی. شما نمیتوانید خدمت دختر فشار بدید. اینجا سری خدمت اینجا بیا میگم اینجا بیا. چی بویسته؟ چی میشید هم پری پرو دستی دختری به اخلاق تپک تموم شده سرعند بلکه تمری نگریز بکن به اینجا بیا. چی کار کردم؟ اوی ای ترکن بیست در پدر نالت بیست. خالای سلطان خالای سلطان خالای سلطان مرا نجات بده. توبه 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 چی رخ داد؟ آرام شو. پدر مرا میکشد خالای سلطان. مرا در اگانجا پنهان کن. این چیز که تو داشته ای؟ بندی ازارم کندای. جمال گفت که میرم میبندم. پدرم دید سرش ویران شد و مرا سر کرد. این رو در کجا کندی؟ در آغیل جمال شون. تو در آغیل جمال چیکار میکردی؟ خالای سلطان جمال روزی کردنی رفته بودم. بعد توالت در آمدم. بندی ازارم کند. ایرا جمال نکندای. توبه توبه بین هم عقل من میرود. تو یک بار مرا دیوانه میکنی. بعد در اون درا من حاضر می آیم و تو همش رو به من نقل میکنی. گوش کن خالای سلطان. پدرم که اومد با نگو که من در درون خانه ایم. نه نمیگویم. خاطر نشو. به درون رفتیم. رحمت کلام خالای سلطان. رفتیم. السلام علیکم. سیدی خواه بیار دست رو ما بشون. اما که یوسف لباسایت پوری لای شده است. خیلی لای در درونی پرغال دیدم. چی میخندین؟ تو ایزا نکشیده پیشی مردم ها برومده؟ برومدن ما باید تو میپرسیدم. اگر تو ناموز میداشتی کیم شاق برومدن نکردی. آب روی دختر ما یک تیم کردی. ای یوسف ما چیکار کردیم ها؟ دختر تا نگرفتیم در تای بلا مونده. شما توی وی را کردین جوابی همشو بده. دختر من را با این مگر با شما مزه باده؟ اول یوسف سر کرد من سر کردم خودم تمامش نکنم. تمام آرام شود ای مردکای کلان. گوش کنید خالای سلطان شما را نزد خود میخواند. با شما گپ زدن میخواهد. برای چی نیوزی؟ نمیدونم. از آنه که در اینجا جنگ میکنید یک جای نشسته فکر میکردید. من با جای شما میشدم تا واخوردم با خالای سلطان جنگ کردن نمیخواستم. ای بس به خدا. ای مردم چی گپ شد؟ ای بالات بزنه حکمت دیوانه تو چی؟ طرف ما بالا اومده است. بالات بزنه که این بالات این خود یکم حادثه میشود. اوف ای سو پلانشیتم شکست حاضری اینش. بالات زنم چی کار کردم؟ حرکت! نگفتم یکم بالون بشه چی گشتی؟ شما باز زدم چی گشتی؟ فاطمه گل با پای چی شد؟ پایم شکست. صادق بنیامین تو این خانه را به نزد خالای سلطان ببر. من جمال را گرفتم با اونجا میایم. چه خیلی جمال مرا به نزد دکتر برید. به نزد دکتر برای چی فاطمه گل؟
پایم شکست میگویم مرا به نزد دکتر برید. جمال دختری حیوان هم باشه آدم ها را تبابت میکنه. همون جمال تو تعریف نکنی نه دستش خاک نمیویه. چی گفتسته؟ من پیرمرد ازت شکست هیچی نمیگن پاشه او را شکست داد وای داره. دیگه خیلی انسان هستی پایم شکست میگویم. ماشین تا سنت مولد بنیامین. بگیریم برای نشان بنیامین ابرا بشه بنیامین دموشی سوارش کنه. بخیزانش بیارین. بیا فاطمه گل برخیز. خوبه پاشه شبینم روش سیانک نبود. زود باش درو شوید. در این ماشین اوی که بزن زود باش. چلش که بدرویه. سیدی برام ماشین یک طرف بسته. یک کره میکنه در آخر روسا بیوه. گمش بنیامین فاطمه گل رو گرفته میاد. خدای خدای سلطان برنشه حال جمالا میگم میای میبینه. سرجون تو خط. بگی کلاتا ماشین بگذره. بنیامین احتیاط کن شاه. های کن بنیامین. خدایا توبه. ها شما همتون در همین جا انتظار شوید. برا فامیلی باشه بگیرید خبر بودید. بالا شما را نزند. من حاضر نزد اون دختر میروم. نیازی این دختر کیه؟ نبیره خاله سلطان. نبیره خاله سلطان را تلکه. تو کی را تلکه؟ آرام شوید از برای خدا. گوش کنید اکای عثمان نگاه کن که آنها جنگ نکنند. با تو باور میکنم. تو دیدم. یک شرم بیرون کرده است. بگیریم برش که بکشیم شادی. جمال آرام. ها در این جایم چی شد؟ زود باش بیا رفتیم. با کجا می رویم؟ وقتت آمد کرد برادر. امروز روزی تو بوده است. چی شد؟ خوشبختانه دخترها ماشین زد. کدام دختر؟ دختری شهری؟ ها راننده کی بود؟ تارکان اون ماشین بنیامین رو دزدیده عروست رو زیر کرد. نیازی تو چه خیل آدمی گویا که خبری خوش آورده باشه. و اون چیز شد؟ نه دوستم پایش کمی دریافت. رفتیم رو ببین. ما در فیلم ها میدیدیم که دخترها با دخترهایشون عاشق میشدن. شاید با تو هم آمد کند. اوف بس کن نیازی مرا مسخره کرده ایستاده ای تو ها؟ ای بچه زودتر باش. او به این هم گفت که با من اینجا پسند نآمد. شاید فکر و عقیده‌اش رو عوض کرده. نه با کجا رفتنی بوده است؟ او را سر نمیدهم. خیر رفتیم. من لباسایم عوض کنم که بوی تپک کرده ایستادم. مایل جمال زود باش من تو رو انتظار میشم. ای بنیامین تو یک کودک رو نصیحت کرده نتوانستی. ای خاله پای این چیه؟ برای ابر ماشین مرا ببین ماشین مرا شکسته. توبه یه عینه بیره شما مرا یگون فایده نیسته. با پوچه زد ماشین ما شکست. بیا بریم سازش کنیم. انا آمدم. از نزد او دور شوید. خاله سلطان با من روغن زیتون بیارید. حاضر میارم. کمی طاقت کن. آیسته پایم سخت درد داره. تمام پروا نکن. اینجا درد میکند؟ نه انا این طرفش. اینجا. پایم. آیسته تر پسرم. روغن زیتون رو چیکار میکنی؟ خوبی خاله سلطان با من دید. از برای خدا مرا به نزد دکتر برید. دکتر میگویده فاطمه گل شما با این باور ندارید و اما ما این رو از باباهایمون یاد گرفته ایم. همین خیلی نه خاله سلطان. اویسته پسرم. شما هیچ خواطر نشوید. انا حاضر. روغن زیتون رو با پایتون مالیده تا 3 می صبحم. 3 که گفتم پایکتون رو اینطور میکشم. مایلش یگون جویش نشکست است. تنها کمی پایتون لط خورده است. ملایم پاچکاتون قدر تازه. نه با فکرم فوریده. تیار هستی؟ تیار باشه خوب. یک آرام شو دخترم. گذشت دخترم. تمام گذشت همش. عزیزکم خوب میشم. حاضر خوب میشم. که یک بار چلیکت جنبان کنی بینم. آها می جنباد. با خدا که خوب شد. زودتر شفایی بده. سلام نمیارزد. من باز حاضر در پایت روغن زیتون میمولم. انا بعد تو با باغ رفته چه خدری که خواهی میپری باغ کلان که پریدن گیر. انشالله میپری باور کن. نیازی تو رفته حسنی و یوسف رو دعوت کن. تمام حاضر میرم. خدا شفا دید. تشکر. مایلش نبیره خلا خدا شفا دید. چای گرم در کار شد گپ زن. مایلش صدیق تو رو خاله سلطان من دستانم رو شویم که دردش گذشت دخترم. جمال ای تو در اینجا چکار داری؟
ба куҷои наравам ту меоӣ? او دختر کیه؟ кадом духтар? او نامو دختر پاچشم مساج داشتی کو؟ чӣ хел массаж кардам? ҳамчун одам ёрӣ додам. ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? هیچی ای پدرم گریختم همینجا در اومدم. хуб пас аз ин ҷо набаро. боз падарат моро набинад, боз сар мекунад ҷангашро. рав. دخترم گلم بیا درا یگان لباسی تازه پوشانم به تو. تو چی کار میکنی اینجا؟ ای پدرم با جا شدم در جای. قمری دخترم من این رو حل میکنم، تو خواطر نشو. بشی. اگر زحمت نشود از جزدانی من کرته و شورتی مرا داده میتونی؟ مایلش بگیر دخترم، زود باش. نبیره جونا درد دارد. همیارا نام تو چیه؟ گل فاطمه گل. گلای نامش یا که فاطمه گل؟ فاطمه گل. اویسته دخترم، دختری زیبایم، اویسته باش. کم بیپر. اویسته دخترم، انا میخوام. خوب هستی ها؟ خوبم. боз хубтар мешавӣ. ана доруят ҳам қариб тамом шуд. او چی تیار دارد؟ دارو تیار میکند، فایدت میکند. انا؟ این چی بوی است؟ بوی پیاز. میدونی چیست؟ پیاز. پیاز؟ وای. باز روغن زیتون کمی با پیاز آمیخته کردم. انا هر روز بیایم و با همین روغن زیتون کمی پاچه‌تون مساج کنم، نغز میشه. بیمال پسر. این قدر بسیار بوی بد میکند؟ بویش بد است، اما ما چنین میکنیم، فایده دارد. او رو میبندیم و بویش به بیرون نمیبراید. انا چقدر با این میگردم؟ تا سحر باید استاد. تا سحر دختر. تو پگاه تیز بدرا گم شد. نزدیک نشو من لباسات بو میکنه. تیلا نکن. اما کی یوسف؟ بو میکنی گفتم. بس کنید خاموش شوید. ای بس. خالای سلطان ما آمدیم. تو چیکار میکنی؟ چیکار میکردی؟ هیچ چیز نه. جمال تو با درون درا. مالش. یا زود باش. تو جمال گوش کنید حیوان ها. هی چرا جنجال دارید؟ چیکار کنیم خالای سلطان؟ خودت همشه با چشمات دیدی. خالای سلطان قطعش خدا نشیدم علامش کرده. همش را فهمیدم. فهموش شد. چی را فهمیدی؟ شما بیکار مونده اید. گوش کنید اگر دشمنیتون رو دوام دادن گیرید و گپی مرا نگیرید، نه به تو زمین ها رو میدیم، نه به تو چروا ها را. خالای سلطان خیلی نگین. من گپم رو تمام نکردم. یعنی من به شما مشکلی کردم. به من افسانه نگویید. تو این را برای اون میکنی که زمین هایت را زیاد کنی. تو باشی میخواهی که گاو و مالت زیاد شود. خالای سلطان خیلی نه. شما مرا کودک گمان کرده. خاموش باشید. والله و بالله باری دیگر میگویم اگر اشتی نکنید به شما خاک سیاه میدهم. فهمیدید؟ شوهرم نیازی شاهید. بله من شاهدم. نبیره زیبایم هم شاهید است. نبیرت همی؟ همین نبیرت های؟ نبیرت ها؟ خالای سلطان خطا خالای سلطان ما قطعی یوسف کاری نیستیم. بین ما یگون نفهمین نیست خالای سلطان. یگون نفهمین نیست. من را فهمیدید؟ فهمیدیم، ساعت فهمیدیم. قمریه جمال اینجا بیایید. لعنتی تو در اینجا چیکار میکنی؟ خاموش. من به شما چی گفتم؟ ای پیرخر تو من را فهمیدی؟ قمری اگر او تو را جنگ کند نزدی من آی.
تو باشی جمال را به حالش گذار. مایلش دستی پدرانتون را بوسید. زود. آستا جمال، شما دستان یکدیگر را گیرید. پشتی شوید. من با کی گفتم؟ زود باشید. آغوش گیرید. خلای سلطان با شما چی گفت؟ چی میگفت موجی گل؟ این دوفر سختی بادش گرفت. بعد چی میشه من؟ وای دختر اکنون در اینجا میموند؟ نه خدا نمیدونم. کارها بیزی ستار بریدی. من نوگه ها ریختم. باز نبیرش نمیرسید همینجا. همین وقتی بود که نبیرش پیدا شود. با او حسنی بیاخن خاله سلطانه در اینجا خوش کدیده. اگر ما حاضر قمری و جمال خاندار نکنیم همه کار جزیر بشود. بابو خدا بگیرد بانی کارات. گوش کنی مرا. ما در پیش خالای سلطان قطع یوسف دروغانچیکی آشتی کردیم. من یوسف هم میدانم او با آسانی تسلیم نمیشه. احتیاط کنه او فهمیدین؟ مالش پدر. این تو کایده بام میکند؟ من فکر نمیکنم که اونها یگون کار کنند. جان گفتم میکنه. جان گفته. گوش کن. این کار تو جزیر کردی تو خودت حلش میکنی. گوش کن اگر مرا حرمت کنی دیگه قطع قمری گاب نمیزنی. فهمیدی؟ به این هم با او کار ندارم. ها آفرین. مرا گوش کن. تو ای پسی نویره خالای سلطان گشتن گیر. مرا فهمیدی؟ کاری کرده دیلشه یاو. پدر جان شما مرا همچون تجهیزات پول جلب کنی میبینید یا اینکه مثل کارت کردیتی میبینید؟ بس کنید این موضوع رو دیگر نکشید. ما آینده آیله منا فکر میکنم. فهمیدی؟ تو باید نبیره خالای سلطان بگیری. قمری را چا میکنی؟ اگر نبیره او را بگیری همه زمین های خودمون میشوا. اینطور نگو. قمری دختری خوب است. هم با معنی است هم با عقل است. چیزی که با اون نگوی مایلش میگوید. وای دختر باشد از شهر آمده است. جایهای ما با او پسند میآید نمیآید؟ میآید 100% معقولش میشود. کجا خزی جمال؟ سیر کردم کمی راه گردم. طرفی نبیره خاله سلطان راه بگرد. کازرت زنک. سرما درد گرفتی؟ دندانموز میکفد درده. دارو را بتیمده گیرید. خواهرم نامی اون دختر چی است؟ گل است یا که فاطمه گل؟ با خدا نمیدانم گفت که فاطمه گلم. میدانی چی؟ لباساشم میپوشه همه جاش میتوه. ای پاچه هاشم کو اما خیر سفید تازه انکی. ای این تو نگویا پا؟ با خدای پاچه های ما را بین بیتابی هستن که سیب سیاه پری پشمه. جمالم پاچه های او را دید هوشش رفت. ایمان تو هم بس کن. های های وای دختر رو گذارو با من بگوی که جمال با تو چی گفت؟ او گفت که من دوست داشته خانه دار میشوم. مجبوری توی نمیکنم گفت. ها باز چی گفت؟ اگر ترا ها میگفتم مناش همی بود که ترا فریب میکردم. همین خیل گفت؟ به نام خدا. قمری این طور باشد او با تو همش رو فهماند. راست میگوی اپا؟ ها البته آخر معنایش همین است. او با تو همین خیل فهموندن میخواست یا که نی خواهرم؟ قمری تو با او معقول هستی. اگر معقول نمی بودی 2 ساعت با تو نمیفهموند. اگر در بینتون عشق می بود همه چی شدن میتوانست. راست گفتی. با خدا راست گفتی. ما گفتمش که جمال یا لوبلیوتی بیا. او گفت که یا لوبلیوتی بیا. ایو را میفاره که بایمون عشق و عشقی باشد. از روز با خدا همین خیل گفته. ای من نفهمیدم.
این طور باشد تو باید همه وقت در بر جمال باشی تا که او به تو عاشق شود. باوری داری؟ البته مردها اون زنهایی رو دوست می‌دارند که همیشه در برشون باشند. برای همین به تو همین لازم است. ای راست، به خدا اپا راست میگی. اپا شما فکر میکنید که میشود؟ البته میشود خواهرم، میشود خواهرم. اکنون خیز خواهرم، تیاریت رو بین، تیاری به جنگ. چی شد دخترم؟ این چی هست؟ مرا ترسوندی؟ این چی است من این؟ ها این آنها رو نشناختی دخترم؟ آنها پایهای این می باشن. ای نبیرم در 40 سال به نزد بیبیش مهمونی آمده است. برایت مرغ کشتم. کمی پس شوهرم می آید. بعد با لذت این رو یک جای می خوریم. اگر گرسنه باشه خوردن گیر. مرا گوش کن، این مرغی خانگی اکرشکه نیست. کنی دهانت را بشم. نه نمیخورم. چرا؟ نه نمیخواهم، گفتم کو این مرغ رو از پشت من شده کشته. این چی معنی دارد؟ نمیخورم، لطفاً مجبور نکنید. شامتان بخیر باشد. با تو هم پسرم. جمال گوش کن، نبیرم میگوید که این مرغ رو نمیخورم. لطفاً مجبور نکنید، نمیخوام. خاله سلطان نمیخورم میگوید او را مجبور نکنید. چی خیل شما خانم نبیره؟ پاچه‌تون چی خیل است؟ شما رو تفتیش کنم گفتم. هیچ خوب نیستم، پاچم سخت درد دارد. درد کند خوب است، درد کند ساز می شود. چی معنا دارد یعنی؟ معناش این است که داروی تیار کردم کمک کرده است. یعنی با یاری داروی من گردش خون خوب شده، پایتون ساز می شود. دخترم اگر این را خوری بهتر می شود. نه آخر نمیخواهم، گفتم ندهید لطفاً. خالای سلطان او گفت که خورده نمیخواهم و باز از آمدگیش تا حال به سیر و گشت نرفته است. کمی نفس کشد. من او را گرفته به سیر و گشت روا میگویم. یعنی یاری میکنم، یعنی به سیر و گشت رفته جایهای زیبا رو نشان دهم، هوای تازه گیرد. نه این خیلی نمیشود. میشود کمی سیر و گشت کردن میخواهد. دخترم آخر پایت درد میکند. خیزت خالای سلطان پروا نکنید، اگر درد کند من در برش هستم که. ایست جمال ایست یک دم. انا این رو گیر، یگون چیز میخری. مانند من از این دارم. او گرسنه است، یگون چیز بخر، او را مجبور بخورم. این طور که باشد مایلش میگیرم پولتون رو تبرکی. بازوی را گرسنه نگذاری. خیریت خلاص شده می خوبی میکند، اما تماما دیوان از کمپیر. او آخران وقتا چنین شده است. پیش او تماما دیگر بود. اگر در اصل گیریم خاله سلطان با عقل ترین زنی ده است. منم این رو فهمیدم، یعنی بعضا عقلش بسیار هم خوب کار میکند، اما آخر او قریب آدمان رو میپران، مرغ رو کشت. آدمانی با آبروی ما سلاح دارن. خاله سلطان هم معتبر است. ما مرغی محلی میکشیم چون که مردم ما اکرشکه نمیخرند. شما شهری ها اکرشکه خرید. موی سرم خیسته. خیر ملش. البته. خیر چیکار کنیم؟ تو رو با کجا برم نبیره خاله؟ نمیدونم، راننده تو هستی. این طور باشد با بحر میرویم، نزد ساحل میشینیم. میشود. تو مرو از اون کمپیر دیوانه نجات دادی، به هر کجا که روی با تو میروم. رسیدیم. اینجا بسیار زیبا است. بله، در حقیقت زیباست.
بیا بشین. چه خیلی هوای تازه. این ساحلی عشق است. ساحل عشق؟ جایی است که عاشقان دو ساحل واخوردند. بسیار زیبا. این حالا هیچ است. حالا دیگر جایها رو ندیده ای. چیکار کنیم؟ اگر خواهی شاید که خوراک میخوریم. میشود. ما بسیار بامزه بود است. بامزه هستم. تو چرا خندیده ایستاده؟ هیچ، برای اون میخندم که فکر میکنم با عقلم نمیآید. با عقلم این فکرم راست نمیآید. درباره چی فکر داری؟ ها، وقتی که تو رو در شهر کلان دیدم، در اون حالت وقتی گریه داشتی، راستی درونم آتش گرفت. بعد فهمیدم اون مکتوبی که داشتم با نام تو نوشته شده بوده از فاطمه گل. یک دقیقه. اون مکتوب رو تو آوردی؟ ها، من آوردم. من حتی نمیدونستم که تو آورده بودی. در اصل من هم نمیدونستم که اون مکتوب رو برای کی آورده بودم. برای این میخوندم. اول با جای کار رفتم، از کار تو رو راندن گفتند، بعد سراغ اپات رو دادم، بعد سراغ رو یافته با اپات رفته گپ زدم. بعد همه این تقدیر رو ببین که با تو خوردم. یعنی بودن تو اینجا تماما تصادف است. یعنی این حکمت خداوندی است. این حکمت خدا نیست، این جزای خدا است شاید. نه، حکمت خداست. چو کده مرا فراد کده. او کی است؟ او در اینجا حکمت خدا است. همین خیلی نه حکمت؟ عجبا حکمت حالا در این نصف شب تو در اینجا چی کار میکنی؟ ما رو گوش داری ها؟ نه، ماهیگیری اومدم بچه. ماهیگیری اومدی؟ خوش آمدی. بین ها در اون طرف ماهی به حد زیاد است. من دیدم در اونجا رفتم ماهی دار. ها حکمت؟ این خیلی که باشد من از اینجا هوی میخورم. صغیرش رو بعدش گرفتی ها؟ اینش کی است؟ باز یکون دیوانه دهاتون است. ها، در اصل من خودم هم نمیدونم. نامش حکمت است. او رو خوبترش دیوانه نگوییم. یعنی او یکی از دوستای کم عقل ما است. سخنی ناخوب گفتن چی لازم؟ خیر، چی رو نقل داشتم؟ استانبول رو. استانبول. وقتی تو رو در استانبول دیدم، بعد از اون در شب تویم دوباره درباری مردم دیدم. درونم رو آتش فرا گرفت. برای همین نکاحت رو رد کردی؟ بله، برای همین. از راستی میگویی؟ میدونی در اصل به تو هم من این رو نمیخواستم. خانگی هایم قرار دادن که خاله سلطان میمیرد و همه زمین و مال و ملکش رو به خود میگیرند اگر ما رو خانه دار کنند.
قمریه آخر او قمری است من با او با محبت نگاه نکردم اگر او رو میگرفتم با دروغ گفتن مجبور بودم او رو فریب کردن کاری بدتر است دروغ میگویم مگر نه یعنی به فکرم تو حق هستی اگر مرد زن رو دوست دارد فریبش نمی کند اگر فریب کند هیچگاه دوست می دارم نمیگوید و اگر زن مرد رو دوست ندارد پس نباید که با او باشد بسیار راست گفتی نبیره خولا نیازی ما یعنی مختار با استانبول برمیگردید میگوید بله دیگر مرا نبیره خولا نگویید من نبیره خولا گفتنم را میگذارم اما تو نبیرهش نیستم نگو این خیر شوخی نکن او بیبی من نیست آخر باوری داری؟ انیق است شاید باوری دارم من اصلا به اینجا برای یافتن او آمدم البته کمتر هم از غوغای شهر گریختم چرا از استانبول گریختی؟ همین خیلی فکر نکن اون شب تو برای آن گریختی که فریبت کردند در این موضوع گپ نزنیم لطفاً او منی دهاتی تو خود از استانبول گریختی و من باشم با سوالهایم تو رو غمگین کردم مرا ببخش هیچ گپ نه ای بس بودگیستا جواب ده به ایش زن میزند شاید چیزی شده است در اصل راست گفتی جواب دهم کمی آرام شود من کمی صحبت کنم ها البته چی میخوای؟ نگفتم با من زنگ نزن؟ گفتی اما آخران بار گپ زنم گفتم خوب گپ زن گوش دارم گوش کن کمی پس به عملیات ششته از اینجا میروم اما پیش از رفتنم آخران بار میگویم با تو خیانت نکردم نمیخواهم درباره من فکری بد کنی من تو رو فکر نمی کنم سفر راستی وقتی ندارم که درباره تو فکری بد کنم گل ما هر دو خیلی خوب میدونیم که ما یکدیگرمان رو فراموش کردن نمیتوانیم باز تکرار میکنم من میروم اما بگناه رفت بخیر من هم از تو رفتم هم از شهر و هم از تو خلاص شدم من چیکار کنم که به من باور کنی هیچ چیز فاطمه گل مرا دیوانه نکن بله درست دیوانگی اساسی به توست میدونی چی کار کن سفر به افریقا رفت در آنجا تو را یگان پلنگ یا شیر داشته خورد من بسیار خرسند میشم
در آنجا من کن. چی شد جناب؟ گوش کن، حاضر تو خودت تاکسی یا که اتوبوس یافته به خانه رو. فهمیدی؟ شما به کجا میروید؟ هلال بخیر که ترسیده استم. کامو جون یک دقیقه بی. تسک جون لرزیده استم. یگون کس نیست؟ نه نیسته. همه خوبه؟ ها همه خوبه. نه که اکا جمالم کجایی رفته خولی هم نیومده. بیا برو. تسک جون با تریزا پر یک گپی مهم دارم. تا اومدن جمال تموم میکنی. بیا تسک ببرو. حال بیتا بچکولا پوشون. ای پایم درد دارده. هیچ دردش نماند. میگذارد. خالای سلطان خوب است به فکرم. اوی ما خوب رود که من طاقتی اون ندارم. آنا پس تو رو تو حجرات میبرم. رفتیم. آیسته از جایتون نجنبید. باز همون تپانچه سیلا. خالای سلطان چیکار کرده ایستادید؟ این منم جمال. نشناختید مگر؟ نشناختم. با خدا از چشمانش معلوم است که نشناخته است. نبیره اتروشی. او رو هم نشناختی؟ نه نشناختم. مرا کشتن آمدید؟ کنی گپ زنید. تو با این خیل نگوید خالای سلطان. چی خیل کشتن؟ این چی گپ است که میگوید خالا؟ جمال است برای خدا. باز دیفا نشده است مرا از اینجا بر. زود ردید. در اینجا نیستید. حاضر میپرونم. ای خدا گل. گریختیم. جمال ما رو میکشد. با خدا نپرپن هم ترسیدمه. گریختیم. از اینجا میرانیم زود شین وگرنه ما رو میکشد. خالا نپرون. رفته. زود باش ماشین رو های کن. اگر یک باری دیگر شما را بینم به خدا میگویم میپرونم. هلال من گنده فکر کردم. با یک خلاصه اومدم که مطرح میدزدم. چی هم میگوی؟ چی میدزی؟ پدرای ما قهریان هیچ وقت ما اوتر خاندار نمیکنن. برای می جانی ما از این خشلاق خوی خوردن دارم. خیلی فکر کردیم که اینجا گریختیم کمال. کجا میریم؟ در کجا زندگی میکنیم؟ چی میخوریم؟ فکر کردی؟ راست شب گفتی می نلو بیش. کنیش نلوبلو. نه که اینجا نمیگریزیم کمال. نه دوستم نمیداری. فکر میگین ختم مگیش نمیمونی؟ ما مردکیم. تنگا کپیکم حساب کردم ای 300 سومون گذاشته. جمال آهسته. ای چی کپشی؟ بچه تفته کنم. قریب مرو میکشتی. بازم با او چونین میشود اما خالای سلطان زن خوب است. خودت خوب هستی؟ خوبم. وای دختر کیه ای؟ نبره خالای سلطان ای. مادر پدر اینجا بیاید. یون قفم آمدم. شین اینجا. یه؟ چی گپه؟ مهمان آمده است. نبره خالای سلطانه؟ بخشش که شما را در این شبی ناراحت کردم. همه صد فوجه. وای خالای سلطان باز خاطرش رو از دست داده است. برای همین نبیرهش رو به اینجا آوردم. گفتم اگر در اینجا تا صبح ایستد خوب می شود. همین خیلی؟ خیر مایلش ایستد به حجره دخترها رفته آنجا با دخترها خوب کنه. ابو حیاتی مسو کس که برد دجاگات بخیل. کیه دا اوجا؟ کی می بود دیگر؟ گربه بودگیست. گربه؟
ای خدا جون کمکم که نقبل می خیز هیلال خیز چی گپ شد چات اینجا؟ زمین چپاگردان شد تو حالا هم خوابی. خیز جای خوابت رو خالی کن مهمان خواب کند. این رو گیر. یک گردم بچه ره جمال بچه جان قش و خش گرفتی ها؟ درم خونش آوردی ها؟ این چی معنی دارد پدر؟ نه همین رو آوردی 100 فویز کردی بچه جان. پدر در سر شما چی فکرها هستن؟ چیزی بسیاره. خاله سلطان او رو پراندنی بود میگویم. شوخی؟ من چیکار میکردم؟ او رو در اونجا میگذاشتم. آوردیش خوب کردی بچه جان. رفتیم. پدر 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 آی کمال چی گپ شد؟ چی گپ شد؟ چی داد بزنی ها؟ نبره خاله سلطانش کو جمال او را به خانه شونه بود. چی؟ او دا اوجا چیکار میکند؟ ما یک جو میدونم چیکار میکند. تیره کی فهمیدی؟ با چشمای خودم دیدم پدر. در پیش دروازه خانه شو دیدم که در اومده. در پیش دروازه شو؟ ها؟ آنجا چیکار میکردی؟ یک انار فوری باقی جمال شد انار دیدی در اومدم. اینو که درک انار دیدم که هر جون در اومده. من میرم پیشی او. با کجا تو برم؟ پیش جمال میرم چشماشم میکو. ایستا اصابو ما ویرون نکو بیاگان جو نمیره. آخی پدره زنب انیسا نوری برین در خونه محکمش کنین نمانین نسبیرون برویا تیز برین. مایلش پدر رفتیم کمری رفتیم. بخدا همیشه مورا نمیفارد قطعی جمال یک جویا بشه. کجا میروی؟ روز میگوید پدرم. ها حسنی کورنمک ها دیوس جوابی ها مشمیتی بس که من میترسم. ساعت 8 شده است. من همگی 5 ساعت خو رفتم. پویم صحت شده است. نخود کی صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. پایم صحت شده است. درد نمیکنه. با تو گفته بودم که بیا اینجا شین من او رو میکشویم. در خونه یگان کس نیست؟ نه پدرم با جلال به نزد گاوها رفتند. مادرم باشد به بازار. خواهرم رو نمیدونم. خواب است به فکرم. پا هم نقص شده است که خوب بود. دقت رئیس دهه گلدره خبر میدهد خاله سلطان با شرافت آمدن نبیرش در میدان دههمان معرکه کلان کرده میخواهد که همه را به آنجا دعوت کند. باز دیر نمانید. این چی گپ است؟ من در حیاتم نمیروم. نمیروی؟ چی خیلی نمیروی؟ معرکه برای تو است آخر؟ بچی من از اون زن میترسم باز دیوانه نشود. نمیروم. ایره بین در جایی که باید توی ما برپا میشد بوده همونجا. برای چی تقدیر مای قپست یا؟ دخترم راست میگه یوسف. این خیلی نمیشه. میریم. اگر نریم همه در میدان ما را فقط غیبت کردن میگیرند. میریم.
ای دختر تخاله سلطانه در خوراکپزی یاردم میتی. ما هم به این حق داریم. پدر من نمیروم وگرنه قمری در اینجا تنها میماند. تمام میتوانید که روید. معیلش مردک جون. یا خدایا با من کمک کن. الو. ای نیازی فاطمه گل نمیروم میگوید. با کجا نمیروم میگوید؟ چه خیل با کجا؟ با معرکه آخر. چه خیل اون نمیرفته است. این معرکه به خاطر او است. ها من هم این را گفتم. مرا گوش کن. با مو نقشه لازم است. ای قمری بس کن گریه رو کمی آرام شو. ای اپا جونی برای چی گریه نکنم؟ ای پشتی همون دختر توی ما ویران شد. با برای همون دختر دمو میدانی که باید توی ما میشد معرکه کردن. ایستو من یک نقشه دارم قمری. ما هم در توی او چونی رفتار میکنیم چه خیلی که او کرد. چه خیلی اپا؟ گفتم که نقشه دارم. هیچ غم مخور به من باور کن. گوش کن چی کار میکنیم. سلام علیکم. خوش آمدی مختار نیازی. خوش باشید. با شما هم روزی خوب فاطمه گل. با شما هم. من از نزد خاله سلطان آمدم. او از شما عذر میپرسد. دیشب داروهایش رو استعمال نکرده بود، برای همین این خیلی رفتار کرده است. خاطرش دیروز رفته بود، امروز باشد آمد، برای همین خواطر بود. میلش اما من دیگر به آنجا نمیروم. خانم اینقدر واهمه نکنید. پشیمان شده است آخر. هم من در اونجا میشوم چیزی نمیشود. با خدا که گناه است. این خیل نکنید، آخر عمرش رفته است. میلش آخران بار اون کمپیر رو میبینم. چی؟ آخران بار؟ بله از آنجا روز به شهر میروم. چی خیل؟ همین روز؟ بله شکر پایم هم خوب شد. یعنی در اینجا ایستادن من بیهوده است. انا چای جو سفید شد پیچایتا انا یک دبی نشینم در تایولی چایتا انا بودو در خوغرون جام زادیان انا غوشی تپاو دلدم داگی چایتا انا بودو در خوغرون جام زادیان. خاله سلطان حاضر در میدان است؟ ها در میدان است. ایستید یک بار لباسایم را جمع کنم بعد همی خیل روز برآمده میرویم. ها باوری داری انیق میروی؟ بله. یک بار دیگر فکر کن. جای فکر نیست. من قرارم را دادم. خیر من لباسم را جمع کنم. ای برادر با این دختر نگر انیق از این ده رفتنی است. من چی کار کنم؟ بیچاره دختر ترسان شده است. او قبول ندارد که وای زن بیبیش است. او را باور نکنندیم. میگویم که کاش که تو پای او را تبابت نمی کردی. او باز یک هفته دیگر اینجا می ایستاد. اوف نیازی من تاب شوخی کردن را هیچ ندارم. در حیاتم باری اول با دختر عاشق شدم. او باشد مرا میپرتوید. او از کجا میداند که تو با او عاشق هستی؟ چیکار کنم نیازی چیکار کنم؟ تو را دوست می‌دارم نرو گویم. او همین خیل بگوی. این خیل میشود مگر؟ میشود. یکی اگر او اهمیت نداده از اینجا رود چی؟ ها آن زمان دلت میکفد. کامپیر را که میگرفتی با این درد گرفتار نمیشدی. این را بینی میخندده. تو چه خیل آدم هستی؟ با ایش باور نداری؟ باوری ندارم البته. من با سیاست باوری دارم، با کارهای سیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. از پینره بچه ایدر خوبی؟ سلام علیکم. رابط سازگری بینیامین؟ من پیرنوش خریدم. نه که در همین ساز کردن ماشین یکون کس سهم نگذاشت. ایس پس در ماشین یک کس سوار کنم آقی پدر بینیامین سیدی یا لیمون چوی دم کجوره؟ چوی نجوشیده یولی. بشیدم چوی ترا نگاه کرده. یک کاسه او بیاره خدا. اول قرضو تا بسپور بعد ای خیل واهمه کنه که تیز بیار. خبی قدرستیم. خاله سلطان اینا نبیرتون اومد. بی نوازید
چیز را به شما بگویم. حالا چی بلایی میشود؟ اکه یوسف دخترتون بهش قاضی کمری چی شد از خوش را خوب روی چی گفتی؟ یک سی بیستی اپا جان بخی چیکار کرد اپا چیکار کرد اپا بخی چیکار کرد اپای من پدر خواهرم خودش رو کشتنی خواسته است. بین تو چی کار کرده است؟ همه داروها را خورده است. باوری داری؟ به خدا پدر او مکتوب نوشته است. معده او رو ششتن لازم. بله. خاو شکاندن گیریم او. تو چی گفتی سایا؟ اما که یوسفی خیلی نمیشه او را بالنیسه بردن در کار. بنیامین ماشین تا بیار. ای بچه نو صبح رو ورزیمش مون یاد دم پاتو بشه. بنیامین خواهرت اینجا مرده ایستاده است. بیزور کردی نمیمونه ماشینت را داری. اگر تا یگانجی شود من به تو جمال اول لینگوش درون این نویت هم یک روی است پاچشت درست کنید سازمان های کنه تمام بنیامین زود باش. اما چه تیز هایی گذا بجا تشکر احتیاط کنه یو چه پس که بخدا های بخیر چه با فکرم که فشارش پس شد. بنیامین تیسر هایی که این موشی هم گزه همه طورش یک ششه همه قمیره گرزنی بیاقل بین. پدر این بنیامین گنده آدمی مرده. جمال او به تو یک مکتوب نوشته است. چی؟ یک مکتوب. ای کو بگو دختری مرا چی بلا زده است بدبخت؟ ها وای اما که یوسف من نمیدونم چی شده است. سرشد در کتفی پشمان آنم خیلی گانا جانی منه مادر جان آب نوشه زیاد میشود برات خوب میشود همش خوب میشود خودت رو خیر به دست گیر مادر جان چی گپ شده خوشحال چرا میگویم مادر جان گیرت آب نوشه خاله سلطان چه بس که اوی برید برآمد ای به رفت آب بیار رویش رو شد. من با شما خیر خوش کردنی آمدم. من میروم. به کجا میروی؟ به خانه امان میروم. تو در اینجا نمیمونی؟ نه من در اینجا کار داشتم. کارم تمام شد اکنون برگشتن لازم. نرو نبیرم نرو فاطمه گل با من بمون. به این هم عمری من آنقدر نمانده است. گوش کن من از تو سیر نشدم. سالها نه فرزندانم را نه نبیره هایم را ندیدم. در اینجا کاری یاب دخترم. مرا در حسرت نگذار. نرو فاطمه گل نرو همراهی من بمون. من باز می آیم خاله سلطان. دستتان را دهید بوسم. قمری یه بچه نگاش کنه با دماشی نپرتو. پرتفتن این در اختیاری من نیست. تنها در بغل منه. انا اینجا پرتو. انت حیوان بوده اینه که من همیز هر رو بازی کنم. بسیار خوب شده انا دوره رو هم پرتو. یه بگیره دفش کنه فرار یک تمام جزیز کرد ماشین هم جزیز کردی. برو رو جوی تو زدم دیلشوی. بکش فرارش دفش. بیا دخترم اینجا پرتو. بیا انا اینجا پرتو. چه نیکتا دانه تلک. خواهرم تو خوب هستی؟ دماشین دلم شورید پرتفتم. جای دیگه نیافتی دماشین پرسید دلم دماشین شورید. بخدا همه را جزیز کردی. تمام همه شکنو گذاشت. گوش کنین مرا. ای همه خوبش بیمارخانه‌اش میبریم. نه پدر داروهای خورده‌اش رو پرتفت کو. داروها در کجان که من نمیبینم چون. با فکرم حال شده گیان. ما فرق نداره. گفتم بیمارخانه‌اش میبریم. بیا.
ام کوتر بوشم جزیرهش میرم چین توی تا کجا رفتنی؟ با بیمارخونه؟ هیچ جا نمیرای. در اینجا پاش هستی، ما هستم، یزنش هستی. تو باشی هیچ جا نمیرای. گمشه باشی بینیانی رفتیم. تیز که نوری بشی. خیلی جمول برای گمشه نوری بشی. وقتی هم میکرد نموشین پرتو یکم من همه تو در را میپرتم. پس گبزن های کن. تیز که وی من نکخسته دخترم تا خواهد که روزی میرسیم. چی شد؟ هیچ چیز. او پرتفت. خوب است. اگر پرتفته باشه خوب می شود. خیر میلش من می روم. از شناسایی با تو شدم. خیر تو خور طرفای ما. در حقیقت این دختر رفت. سفر گل در اینجا چیکار میکنی؟ به افریقا نرفتی؟ افریقای من تو هستی گل. نرفتم. تو بیهوده آمدی سفر چون که همش تمام شد. به شهر رفته ایستاده ها؟ نتوانستی؟ در ده نشد؟ نه بر نمیگردم. نمیروم. جزدانهای در ماشین گل. دروغ نگو. حالا هم برای زکس مهلت است. بیا به شهر رفته توی میکنیم. سفر من از تو نفرت دارم میدونی. همش تمام شد. نفهمیدی؟ با تو میگویم راحت گذار مرا. کاش که من با تو با نمیخوردم. رو اکنون در حیاتی من دیگر برای تو جای نیست. رو. چی شد؟ یگان چیزت رو فراموش کردی؟ نه من میروم. در اینجا میمونم. در گلدره. میبخشید گلدره در همین طرف است. ها همون طرف. چرا شما با گلدره اومدید؟ من دکتری دندان هستم. نامم سفر پنجشنبه ایویچ. دندان های مردم این دیه را کندن اومدم.